بعدش خیلی جاسازی حتی کار به تحقیق رسید، تحقیق کردن که بیان اینجا رو دستگیر میکنن. اول گفتن که دستگیر میکنیم، گفتن من میگم، گفتن بس امنیت رو برقرار نمیکنیم. برای خبری هست اونجا که باید تصمیم کنیم خدمت آقا هست که ایشون دامنه نمیکنیم، از تطبیق شده باید این سفر انجام بشه. خودشون اینقدر علیه ما تبلیغ کرده بودن که همه گوش‌ها و چشم‌ها به سمت ما که مثلا کی هست. و عجیب بود که مثلا تو خیابون را می‌رفتیم، توی هر ساختمانی که می‌رفتیم همه توجه ها به سمت این هیئت ایرانی بود. اصلا دیگران که الان وجود دارن. روز آخر که استراحت می‌کردم یه نفر اصلا توی هم ملت پیام گفت هیچ وقت صحاف داره گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله اللهم گفتی من دارم اینجوری احاطه کرد که رفتی توی حسن، توی حساری تا آخر خودم این احساس کردم. من احساس کردم که اصلا فضای دفعه عوض شد اینجا و همه حاضر 28 دقیقه تمام این سرا موجه نزدن. اینجا میگم موجه نزدن قلوب نمی کنم اما انتقاق نیست چون نگاه میکردن همینطوری انتقاق مرکوت بود یه دست اینا رو همه رو گرفته موجه اشتاده بود چشا بوجه شد رو باز کرده بود جون از جمهوری اسلامی پیام چیست. الحمدلله.